سلام دوستان، با یک ویدیو توصیف عکس آزمون OSD سطح A2 B1 در کنار شما هستیم. من فردوس هستم و اینجا کانال جرمن اکسپرس هست. خب دوستان، قرار هستش که این عکس رو با هم دیگه توصیف کنیم و ببینیم که از این عکس چه چیزهایی رو میتونیم بگیم. Auf dem Bild im Vordergrund sehen wir eine Familie, die in der Küche ist. میگه در پس زمینه عکس ما یه خانواده ای رو میبینیم که اونها در آشپزخونه هستن. Auf dem Bild در این عکس im Vordergrund در پس زمینه عکس sehen wir میبینیم ما eine Familie یه خانواده ای رو. دی که منظورش برمیگرده به این خانواده که دی این خانواده in der Küche ist در آشپزخانه هستند. Die Familie besteht aus 4 Personen. Das sind ein Vater, eine Mutter und 2 Kinder. میگه این خانواده بشتت تشکیل شدن از 4 نفر. 4 Personen 4 نفر. Das sind اونها هستن ein Vater یک پدر، der Vater پدر، برامین اینجا ein شده، eine Mutter مادر، die Mutter مادر، برای همین اینجا eine شده، und 2 Kinder. Kinder به معنای بچه ها که kind به معنای بچه و اینجا جمع بسته شده و 2 تا بچه. Der Vater hat dunkle Haare und trägt ein helles T-shirt. میگه این پدر موهای تیره‌ای داره. دونکل به معنای تیره و ما گفتیم برای توصیف مو از ورب هابن استفاده میکنیم. دونکل هاق موهای تیره‌ای داره. und trägt و پوشیده ein helles T-shirt. Das T-shirt به معنای das T-shirt به معنای تیشرت، هل به معنای روشن و رنگ ها در زبان آلمانی برای اسم صفت حساب میشن، برای همین اینجا صرف شده. ein یک، چون اینجا das بوده اینجا ein آوردیم. ein helles T-shirt، پس با یک تیشرت رنگ روشن. حتی میتونیم بگیم weißes T-shirt، یک تیشرت سفید. Der Junge mit hellen Haaren ist der Sohn des Mannes. میگه این پسری که موهای روشن داره پسر این مرده هستش. پسر این مرد هست. Der Junge منظورش این هستش. این پسر جوان کم سن و سال. Der Junge mit hellen Haaren که موهای روشن داره ist هست. Der Sohn des پسر ببین گنتیو شده. Mannes این آقاه و man der man به معنای مرد پایان اس گرفته چون جمله گنتیو هستش. steht neben ihm und sieht wie sein Vater Gemüse schneidet. میگه اون منظورش این منظور از یونگ هستش. steht این پسر ایستاده neben کنار این ضمیری هستش که برای فاتا اومده کنار اون پدرش und sieht و داره نگاه میکنه، ذهن میکنه wie sein وی چطوری sein Vater پدرش داره گموزه سبزیجات رو چیکار میکنه؟ schneidet میکنه، یعنی برش زدن، داره با چاقو چطوری سبزیجات رو برش میزنه. Ich vermute die Frau mit dem kleinen Kind ist ich vermute من فکر میکنم یا حدس میزنم die Frau
این خانم میت دم کلاینن کیند که با یک بچه کوچیک داره. ببینید جمله داتیو شده. چرا؟ چون میت یه حرف اضافه داتیو ساز هست، شده میت دم. اینجا دم داتیو شده. کلاینن کیند، کلاین به معنای کوچک هستش و برای کیند صفت حساب میشه، برای همین صرف شده. پس میت کلاینن کیند با یه بچه کوچک ایست هست. دی فراو دس مانس هستش زن این مرد. دی فراو، ببینیم بازم جمله گنتیو شده. زن مانس زن این آقایه که اینجا هم به خاطر که گنتیو شده دس اینجا اس گرفته. und die Mutter des Jungen و مادر این پسر. پس دی موتا اینجا هم بازم گنتیو شده. موتا دس یونگن و مادر این پسره هستش. Sie hat schwarze schulterlange Haare und trägt میگه sie hat. گفتیم برای صرف برای توصیف مو از ورب haben استفاده میکنیم. sie hat اون داره schwarze schulterlange موهای مشکی بلندی که تا شونش هستش. شولتا لنگ هاق، هاق به معنای مو، شولتا لنگ که بلنده و تا شونش هست و به این صورت میگیم. پس موهای مشکی که تا شونش هستش. ببینید تا اینجا هستش، به این صورت گفتیم موهاشو. und تقکت و پوشیده عین هل گقونه بلوز و پوشیده یک بلوز سبز روشن. گقون به معنای سبز هستش و هل به معنای روشن. پس یک بلوز سبز روشن پوشیده. und عین بیش هوزه و یک شلوار رنگ بژ به پاش کرده. In der rechten Hand hält die Frau einen Kopfkuhl. میگه در دست راستش زن یک دونه، ببین این کلم رو نگه داشته توی دست راستش. پس این در rechten Hand یعنی در دست راستش، hält نگه داشته، die Frau این خانم، einen Kopfkuhl یه دونه کلم نگه داشته. Auf dem Tisch liegt verschiedenes Gemüse. میگه روی میز. auf dem Tisch روی میز. auf dem Tisch روی میز که اینجا جمله باز چی شده؟ جمله داتیو هستش. liegt قرار داره. verschiedenes Gemüse. verschieden به معنای متفاوت هست، مختلف هست. سبزیجات مختلفی قرار داره. میگه man sieht Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Petersilie. میگه شما میتونی خیار، گوجه فرنگی، فلفل، پیاز و جعفری رو ببینین. این چیزهایی که روی میز هست رو اسماشو گفتیم. دی گورکه به معنای خیار. دی گورکه خیار. البته تمام اینها اینجا چون به تعداد زیاد هستن داره آرتیکل دی پلوغال شدن، همشون جمع بسته شده. خب دی توماته به معنای گوجه فرنگی. در پاپریکا که همون پاپریکا هستش، یک نوعی فلفل هستش. دی سویبل پیاز. دی سویبل پیاز. دی پیتازیلیه به معنای جعفری هستش که یک نوع گیاه هست در اصل. پیت زیلیه. دی پیت زیلیه جعفری. Ich denke, der Vater und sein Sohn machen einen Gemüsesalat.
میگه من فکر میکنم پدر و پسر دارن با هم دیگه سالاد سبزیجات درست میکنن. Ich denke من فکر میکنم der Vater پدر und sein Sohn و پسرش یعنی پسر این پدره machen دارن انجام میدن درست میکنن einen Gemüsesalat یک سالاد سبزیجات رو. تا اینجای ویدیو دوستان اگر از ویدیو لذت بردین ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. Man kann vermuten, es ist Sonntag und alle sind zu Hause. میگه میشه حدس زد، میتوان حدس زد که یک شنبه است و همه اونها در خونه است. این از اونجایی که خب یک تایمی از روز هستش که پدر در خونه هستش ما حدس میزنیم که یک روز تعطیل هستش. پس man kann vermuten میشه حدس زد es ist Sonntag یک شنبه هست und alle sind و همه هستن zu Hause در خونه. Am Sonntag geht der Vater zur Arbeit nicht und hilft seiner Frau bei der Haushalt. میگه روز یک شنبه پدر سر کار نمیره. Am Sonntag در روز یک شنبه geht فعل gehen هست geht der Vater میگه پدر zur Arbeit nicht که اینجا پس gehen nicht یعنی نمیره zur Arbeit به محل کارش und hilft و اون کمک میکنه helfen کمک کردن seiner Frau به همسر خودش به همسرش کمک میکنه bei der Haushalt در کار خونه. Der Junge ist wahrscheinlich 5 Jahre alt und der kann in der Kindergarten gehen. میگه پسر احتمالاً 5 ساله است. Der Junge منظور این پسر انگار نوجوان است هست wahrscheinlich یعنی احتمالاً 5 Jahre alt 5 سال داره und kann و اون میتونه in den Kindergarten gehen به Kindergarten به معنای مهد کودک بره و اینجا جمله آکوزاتیوی هستش برای همین در تبدیل شده به den. Im Hintergrund des Fotos sind Küchenschränke und einen Küchentisch zu sehen. Im Hintergrund یعنی در پس زمینه یه عکس بازم اینجا از گنتیو استفاده کردیم که اگر دوستان گرامر گنتیو رو بلد نیستین از فون استفاده کنین شما که هر دوش به معنای کسره هستش. پس در پس زمینه یه عکس وقتی که اگر گنتیو استفاده کردیم بدونین که خب این اسمتون هم بعد از دس که میارین یا ممکنه اینجا در باشه بستگی داره باید پایانش تغییر میکنه. پس در پس زمینه یه عکس زینت هستند کوشن شقنکه کابینت آشپزخونه کوشن شقنکه خود شقنک به معنای قفسه هستش قفسه آشپزخونه که همون کابینت میشه und einen کوشن تیش و میز آشپزخونه سو ذهن دیده میشه سو ذهن دیده میشه در پس زمینه این عکس. دوستان ممنون میشم که اگر این ویدیو رو تماشا میکنین برای من کامنت بذارین که به چه صورت باشه چه عکس هایی رو بذارین براتون بهتره و در این راه منو حمایت کنین. خب میگه die Familie befindet sich in der Küche und macht das Essen. میگه خانواده در آشپزخانه مشغول تهیه غذا هست. Ich glaube, dass es in Deutschland Gleichberechtigung میگه من معتقدم که در آلمان برابری وجود داره. منظورش برابری بین زن و
مرد هست. دوستان باز هم من اشاره میکنم که من توصیف عکس ها رو 100% دارم انجام میدم. شما با توجه به سطحی که دارین، مثلا اگر B1 هستین، اگر در این حد طولانی هم توصیف نکنین باز هم نمره خیلی خوبی میگیری. چون بعضی از دوستان استرس براشون ایجاد میشه که ما باید این همه حرف بزنیم. نه، شما میتونین از این ویدئویی که من مثلا الگو برداری کنین و سعی کنین جمله یاد بگیرین، ولی میتونین ساده تر، خلاصه تر از این برای ممتحن بگید. ایش گلابه، من فکر میکنم داست، که وقتی که ما داست رو میاریم باید حواسمون باشه که ورب ما باید بیفته در انتهای جمله. داست اس این دویچلند، که در آلمان گلاش بریشتیگونگ گیبت، یعنی برابری وجود داره. میگه Frauen und Männer haben die gleichen Rechte. میگه زن و مرد حقوق مساوی دارن. Frauen جمع فقاو زنان، und Männer جمع مان مردها، haben دارن die gleichen Rechte. قشت به معنای حقوق هستش. gleich همسان، یکسط. گلایشن قشت حقوق یکسانی دارن، مساوی دارن. اما دی تحقیق شانس فون مانن، یعنی فرصت های شغلی. تحقیق شانس که خود شانس، تحقیق شانس یعنی فرصت های شغلی. فون من زینت بسا، برای مردها. زینت بسا بهتر هست. بسا پس به معنای بهتر. پس میگه ولی برای مردها فرصت‌های شغلی بهتری وجود داره. Es ist wichtig, dass es Männer genauso viel den Haushalt und die Kinder kümmern wie die Frauen. Es ist wichtig، میگه این مهمه که مردان به همون اندازه اهمیت بدن که چگونه از خانواده و فرزندانشون مراقبت کنن. وی دی فراuen، همون مثل چی؟ دی فراuen مثل خانم ها. پس اسیس ویشتیک داست، این مهم هستش که مردها همون قدری که انگار خانم ها دن هاوسهالت به کار خونه و دی کیندا به بچه هاشون کمقن میکنن، اهمیت میدن، همونقدر هم گناوزو به همون میزان هم منا اهمیت بدن، مردها اهمیت بدن. Ich habe seit 2 Jahren in Deutschland und habe beobachtet, dass viele Väter mit ihren Kindern auf den Spielplatz gehen. میگه من 2 ساله که در آلمان زندگی میکنم و مشاهده کردم که بسیاری از پدران با فرزندان خودشون به زمین بازی میرن. ایش لبن به معنای زندگی کردن. من دارم زندگی میکنم. زایت از سویاقن، از 2 ساله که این دویچلند در آلمان. und habe beobachte و مشاهده کردم. das که viele Väter، خیلی از پدرها، mit ihren Kindern با بچه هاشون، جمله باز داتیو شده، mit حرف اضافه داتیو ساز هستش، auf den به Spielplatz gehen، به زمین بازی میرن. و اینجا باز جمله چی شده؟ جمله آکوزاتیو شده که آرتیکل در تبدیل شد به دن. Ich habe den Eindruck, dass oft die Frauen، میگه من این تصور دارم که اغلب خانم ها، ich habe den Eindruck، من این تصور رو دارم، dass که oft اغلب die Frauen خانم ها die Haushalt machen، کار خونه رو انجام میدن، obwohl sie auch berufstätig sind،
با وجود اینکه کار هم میکنن، یعنی بیرون از خونه هم کار میکنن. obwohl یعنی با وجود اینکه sie auch اونها همچنین به قفز تتیش به معنای استخدام شده هم هستش، یا کسی که در یک جایی یا مکانی داره کار میکنه. با وجود اینکه میگه بیرون از خونه هم دارن کار میکنن، یه جایی هم استخدام شدن. Dieses Bild erinnert mich an meine Familie. میگه این عکس منو یاد خانواده‌ام میندازه. Dieses Bild این عکس. erinnern چیزی رو به یاد آوردن. erinnert mich من به یاد من میاره، mich به یادم میاره an meine Familie خانواده‌ام رو. Meine Familie ist sehr wichtig für mich. میگه خانواده‌ام برای من خیلی مهم هستش. Meine Familie خانواده من ist sehr wichtig خیلی مهم است. für mich für mich یعنی برای من که آکوزاتیو شده. Wir helfen uns gegenseitig und unterstützen einander. میگه ما به یکدیگه کمک میکردیم و همدیگر رو حمایت میکردیم. Wir helfen uns ما به هم کمک میکردیم. gegenseitig gegenseitig یعنی یکدیگر. پس ما به یکدیگر به همدیگه کمک میکردیم. unterstützen یعنی حمایت میکردیم. einander یکدیگر رو. Obwohl wir manchmal Streit haben, verstehen wir uns gut. میگه هرچند با وجود اینکه با وجود اینکه هرچند wir manchmal میگه ما بعضی وقتا با هم دیگه اشتقاق داشتیم، یعنی درگیری داشتیم، جنگ داشتیم، با هم دعوا میکردیم. verstehen wir uns gut اما همدیگه رو هم میفهمیدیم، همدیگه رو هم خوب verstehen میکردیم، درک میکردیم. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinem Geschwister. میگه من رابطه خیلی نزدیکی با خواهر و برادرام دارم. Ich habe ein sehr enges به معنای نزدیک هستش، تنگ. enges Verhältnis به معنای رابطه نزدیکی رو zu meinem Geschwistern با خواهر و برادرام داشتم. Ich kann mich immer auf sie verlassen. من همیشه میتونم به اونها چیکار کنم؟ تکیه کنم. خب دوستان، این توصیف عکس هم به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.